سلام دوباره. باز سلام. ما خود الان دورتر نشستیم. آها این چیه مشکل ما؟ میدونی چیه مشکل ما؟ اینی که ما الان در این سکانس سوم بله نمیدونیم دیگه راجع به چی صحبت. منم موندم. آقا ما یه پیشنهاد هفت تموم شد. شما اینا رو خب میذاریم تو فیسبوک. آره. شما نگاه شما کنید ببینید. یا تو یوتیوب. آره شما ببینید. اصلا با ما تماس بگیرید، به ما پیغام بدید، بگید آقا ما راجع به چی صحبت کنیم. ما موضوع کم بدید. ما الان موضوع فقط نگاه کردن. آقا ما الان یه شیشه عرق خوردیم، این برای بار صدم داره. آقا نگو دیگه بابا. نه برای بار نه خب میخوام بگم توضیح بدم. خب بعضیا شاید قسمت سوم اول نگاه کنن. بعد راست میگم. یه خورده همچین مغز قاطی داره الان. به فکر مردم. مغز قاطی داره. بعد نمیدونیم چی بگیم. و خیلی هم دوست داریم حرف بزنیم. الان من دوستم حرف بزنم. حالا شدیم این دو تا آدم وراج. برم بالا منبر فقط. من خانومم میگه شما دوتا وقتی با هم صحبت میکنی خیلی حرف میزنین، چطور وقتی با ما حرف میزنی حرفی برای گفتن نداری؟ ما الان حرف برای گفتن ما الان به اونجا رسیدیم دیگه، حرفی برای گفتن نداریم. آخر خط دیگه. آخر خط، ولی بازم دوست داریم حرف بزنیم. ولی آخر خط دیگه همه باید پیاده شیم. آره نمیدونیم چیه. آخر خط حالا کجاست؟ آخر خط کجاست؟ سرخندانه؟ امبته. امبته است. راست میگی آخر خط. اونجا دیگه آخر خط دیگه. بفهم پایین دیگه. رئیسی داریم خانومه. آقا قرار نشه موضوع نباشه حرف بزنیم، فقط نگاه کن. نه الان خب یاد یه موضوعی. من الان موضوع ندارم، فقط موضوع نگاه کردم. من دارم. حالا چون نداری یه موضوعی دیگه. آقا ما اگر چیزی می‌نویسیم به هم دیگه فوش و بد بیرا میدیم، عمه جانات نباید جوگیر بشن. به عمه جان من چیز نکنم. نگو عمه زری. نه جوگیر نشین آقا. ما دو تا رفیقیم، به هم دیگه لیچار باره هم دیگه میکنیم. هیچ از دست هم دیگه هم ناراحت نمیشیم. قبل از اینکه من با عمه ایشان بحث بکنم، ایشون با عمه من بحث کرده بود و این تلافی بود. عمه جان ببخشید عمه زری، ولی چه میشه کرد؟ عمه زیبا؟ آره ببین من اصلا توجه به نامتونم نکردم، ولی چون دیدم الهی خدا برات نگرشته. خیلی خانم مایه خیلی دوست داره. من اصلا به تو حسودی نمیشه. خداییش عمم فقط خدا وکیلی شما این قیافه این قیافه من ندیدید. عمش میگه من به این حسودی میکنم. و من به چی ما حسودی بکنم؟ ما به کله کچل من والا مو حسودی که اصلا نداره. مال من یه زمانی که داشتم که زلف زلیخا. شکم نداره. نگاه کنی عضله اصلا وحشتناک. یعنی آرنولد هم یه همچین عضلاتی نداره. قنباده هستم. قنباده. میگم گفتم من توی سکانس دوم این برنامه هم گفتم دکتر گفته اینا عضله است، چون با قنباد قاطی میشه گرد میشه. اونم به خاطر باد غم است. آره بادش خفم کرده بخوام دیگه. گفتم بی ادب نشه بابا. خفه شدم. الهی چقدر شما با سینه من بازی نکن. آره من چیزی آخر هفته سخن. آره بعد چیزه شب جمعه دست خالیه دیگه، دست اینجوری میچرخه. بله میگفتین. آره شما جوگیر نشید. شما فقط تنها کاری که بکنید محبت کنید به ما، موضوع به ما بدین. ما آدمای وراجی هستیم. خیلی باور کنید. زبون البته بین خودمون دوتا وراجیم، با زنامون حرف برای گفتن نداریم. چون معمولا اونا اینقدر حرف دارن که ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم. آره بعد شما به اون موضوع بدین، ما راجع به اون موضوع چیز میکنیم. ما الان هفته دیگه که میریم سر کار، داشتم اینو میگفتم، یه رئیسی داریم که یه خانم بسیار عریض و محترم، خیلی خانم بزرگیه ماشاءالله، عریض و محترم هستن، پولش خیلی بزرگه. بعد این هفته ما رو از هم جدا کرد. راست میگم. ما هفته دیگه نمیتونیم براتون فیلم مشترک بکنیم. من میرم کوبورگ، این میره هامبورگ. آره به خاطر همین میرم نورنبرگ. آره بعد میرم برلین. بعد مشرق و مغرب. بعد شمال جنوب. آره اینو فرستادن جنوب، منو فرستادن شمال. ظلم بیشتر از این. البته ما رابطه احساسی نسبت به هم نداریم، همکاریه. نه دوستی ساده است. دوستی خیلی ساده است، فکر بد نکنیم. فکر بد نکنیم. ولی خب ما دوستیمون خیلی غلیظه. رقیق ترش. آره. بعد به خاطر همین اینجا آها از اون نظر، از اون جهت بله بله
آره خدا دیگه موندم چی بگم. ای دارم ای بله میکنم. من میخوام موضوع بدم برای صحبت کردن تو فوت نکنم. موضوع فقط نگاه کردنه. بگی در نگاه خیلی چیزا رد و بدل میشه. به جان خودم من با همسرم تو یه نگاه آقا همه چی رد و بدل شد. آره منم یه موقع مثلا آقا صبر کن بذار تو همین نگاه رد و بدل کنیم. نه بذار راجع به نگاه یه چیزی بگم. یادم اومد ما که میخوایم بریم مهمونی، من بعضیا به من میگن قبل از اینکه دهنتو وا کنی اول تو چشم من نگاه کن. اول تو چشم من نگاه کن بعد حرف بزن. حالا من نمیگم کی اینو میگه ولی دیگه منم نمیگم کی اینو میگه. من میدونم ولی نمیگم. آره چون خودش هم یکی دیگه بهش میگه. اول آگن کنتاکت. آره اون آگن کنتاکت خودمونه. نگاه کن، اول به من نگاه کن بعد حرف بزن. بله. به خاطر همینم ما الان میخوایم فقط نگاه کنیم. آگن کنتاکت. آره با نگاه به ما موضوع بدین. من آگن کنتاکت میکنم. اینجوری. من پسرم موقعی که نمیخواست من به بچه‌هام وقتی میگم برو بخواب انگار دور از جونشون فداشون بشم، دور از جونشون بهشون میگه آقا برو بمیر. اون یکی میخواست نخوابه اینجوری چشاش اینجوری نگه داشته که خوابش نبره. نره شما هم حالا آگن کنتاکت. بله نگاه کنید فقط. البته بازم بگم پیروزی با ماست. ما آبروی هرچی مرده خریدیم. ای گفتی بردیم. اصلا من که از در میام تو جان خدا راست داد میزنم ضعیفه. آره بعد یو سلام لاله حالت خوبه؟ چی؟ اینا لاله اومد. چرا چی میگه؟ لاله اومد. خانمت اومد. چرا چی میکنی؟ پرید همش خوب. چرا خیس شدیم پایین؟ نه عرقه پرید. فکرم پی چیزی بوده. نه اسم همسرتون اومد فکر کردم شما. نگو بستم میگیره الان در کنارم نیست. آره چه به من چسبید؟ من نمیدونم تو چجوری تحمل کردی الان خانومت یه ماه و نیمه اینجا نیست. من الان چند ساعته؟ 24 ساعت میشه. 24 ساعت الان نیست. تقریبا 18 ساعت دیگه هم نیستش. بعد نمیدونم خواسته چه کار کنه. شما 18 ساعت دیگه نیستش؟ خانم 30 روز دیگه نیستش. نه 22 روز دیگه. خوش به حاله. نه ولی باری من نبودم اما به خدای من نبود. من از جوری شما پس شروع شد. این حرکات رو میبینید؟ من تقریبا 3 ماه و 4 ماه بیشتر 1 سال باید این حرفا رو میشیدم، این حرکات رو میدیدم. انگار یکی به من کارد میزد توی سینه من. این گفت آبروی هرچی مرده برده بود. آقا ما تا آبرو نبردیم بریم تا سکانس بعدی. این دسته این گریل سوخت. بله جزاله شد. الان آتیش سرخپوستیمون داره میره پایین. آره اینا شما نگاه کنید. باید الان آتیش رو 2 مرتبه برپا کرد، از جا خیز برپا کن. آتیش برای دشمن. برخیز برادر گام وردار کینک آتیش ما فرو افتاد. بله پیروزی با ماست. خدا حافظ بله. شما. پیروزی با مردان است. خدا حافظ. اگر تو آبروی مردان رو حفظ کنید. مرد کدوم مرد؟ خاموش شدون مرد کیه؟ ما که مرد نمیبینیم. بله خدا حافظ شما تا آبرو بیشتر نرفته. خدا حافظ شما.